این ویدیو داستان ماجرای لواط کردن 2 تن از اعضای گروه فداییان اسلام در زندانه، یعنی مجتبی نواب صفوی و مهدی عبد خدایی. با ما همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم. این موضوع رو رئیس شهربانی وقت یعنی سپهبد مبصر نقل کرده. اون میگه یک خاطره ای از مرحوم افشین مبصر از پدرش سپهبد محسن مبصر داره که در سال 1342 رئیس شهربانی کل کشور بوده. برای بنده و شماری از همکاران آن زمان من روایت کرد که فکر میکنم زمان انتشار عمومی اون فرا رسیده. گفت نه من محکوم به اعدام هستم، بل خودتونم میدونین بالاخره منو خواهند کشت. و من یه تقاضا دادم، گفتم حالا اون تقاضاتو بگو. گفت شما میدونید که یه زندانی دارین در دار تعدیل. گفت که من میخوام این 2 هفته آخر عمرمو با این شخص هم زندان باشم. من بعد بدم اومد، یعنی به این برخورد، چون فوراً فهمیدم که برای چی میخوادیم، برای چی میخواد با این هم زندان باشه. همجنس باز بود، نواب صفوی همجنس باز بود و اینم بچه بود و خب بچه جوانی بود و خوش‌ترچیب و صاف ساده و اینا، میخواست با این باشه. بعد گفتم که خب به من چه مربوطه، حالا بذار ببینیم چی میخواد بکنه. من اینو صحبت کردم. افشین گفت پدرش خاطره عجیبی از شب قبل از اعدام نواب صفوی برایش بازگو کرده بود. اجازه داده شد که این در زندان با اون هم زندان بشه. منتها هم چیز کردیم، میکروفون گذاشتیم و هم وسایل عکاسی فراهم کردیم. در این 2 هفته هر کاری کردن هم ضبط شد و هم اشک برداشته شد ازش. وقیحانه ترین و مشمئز کننده رو این 2 نفر با هم میکردن هر شب و هر روز. البته این محکوم به اعدام شد و اعدامش شدن. این ضبط و پروندهش تو دادرسی ارتش. به گفته مرحوم مبصر این اسناد و ملاقات وجود دارد و نقل داستان در خاطرات پدرش هم مکتوب ثبت شده است. اگر از این ویدیو لذت بردید نظراتتون رو زیر همین ویدیو بنویسید و ما رو سابسکرایب کنید تا افشاگری های تاریخی دیگه ای رو هم در پیج صدای تاریخ تماشا کنید.